بسم الله الرحمن الرحیم. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه روایت است که گفت یکی از همسران پیامبر خدا در حالی که دچار عادت ماهانگی بوده و هنوز خون میدید با پیامبر خدا درود بر او به اعتکاف نشست و شدت خونریزیش به حدی بود که 8 تغاره را زیر پای خود میگذاشت. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عطیه روایت است که گفت ما زنها از اینکه برای مرده بیش از 3 روز به ماتم بنشینیم نهی می شدیم، مگر برای شوهر که 4 ماه و 10 روز به ماتم می نشستیم. نه سرمه به چشم می کردیم و نه خوشبوی استعمال می کردیم و بجز از لباس خشین لباس رنگه هم نمی پوشیدیم و وقتی که از عادت ماهانه پاک گردیده و غسل می کردیم برای ما رخصت بود که از خوشبویی زفار منطقه در یمن استعمال نماییم و همچنین از اشتراک در جنازه هم ممنوع بودیم. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از سلمه در حدیثی که راجع به عادت ماهانگی اش روایت میکنند و اینکه او در این حالت به پیامبر خدا درود بر او در یک قطیفه خوابیده است میگوید پیغمبر خدا درود بر او در حالی که روزه داشتند او را بوسیدند. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه روایت است که گفت زن از پیامبر خدا درود بر او از کیفیت غسل و پاکی از عادت ماهانه خود پرسید. فرمودند پارچه اتراگینی را گرفته و خود را به آن پاک کن. آن زن گفت با این پارچه چگونه خود را پاک نمایم؟ فرمودند با آن پارچه خود را پاک کن. گفت چگونه؟ فرمودند سبحان الله پاک کن. عایشه میگوید آن زن را به طرف خود کشیده گفتم با آن پارچه آثار خون را پاک کن. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از عایشه روایت است که گفت با پیامبر خدا در حجة الوداع احرام بستم و از کسانی بودم که هدیه را نفرستاده و نیت حج تمتع کرده بودم. و عایشه می گفت که از عادت ماهانگی خود تا شب عرفات پاک نشده بود، لذا از پیامبر خدا پرسید یا رسول الله امشب عرفات است و من جهت تمتع نیت عمره کردم، چه باید بکنم؟ پیامبر خدا درود بر او به او گفتند گیسوهایت را باز کن، سرت را شانه کن و از عمره کردن خودداری نما. عایشه میگوید مطابق هدایت پیغمبر خدا درود بر او عمل نمودم و چون حج را انجام دادم، شبی که از مینا به طرف مکه می آمدیم در منطقه محصب و برادرم عبدالرحمن امر کردند تا مرا از تنعیم و عوض عمره که نیت آن را کرده بودم عمره دهد. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. و از عایشه روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او فرمودند کسی که می خواهد عمره نماید
می تواند برای ادای عمره نیت نماید و اگر من هدیه را نفرستاده بودم برای انجام عمره احرام می بستم. بعض اصحاب نیت عمره و ایده هم نیت حج کردند و حدیث را ذکر کرده و در موضوع دوچار شدنش به عادت ماهانگی گفت: پیامبر خدا درود بر او برادرم عبدالرحمن را همراهم به تنعیم فرستادند. از آنجا برای عمره احرام بستم و در هیچ کدام از این پیشامدها بر من هدیه روزه و صدقه لازم نگردید. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عطیه روایت است که گفت از پیامبر خدا شنیدم که فرمودند زنهای نوجوان، دخترهای باکره یا زنهای بالغ باکره و زنهای حایض بیرون شوند و به کارهای نیک و دعای مسلمانان اشتراک نمایند، ولی زنهای حایض از آمدن به عیدگاه خودداری نمایند. از عطیه پرسیدند زنهای حایض؟ گفت مگر زنهای حایض به عرفات و فلان جاها حاضر نمی شوند؟ سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از عایشه همسر پیامبر خدا درود بر او روایت است که به پیغمبر خدا گفت: یا رسول الله، صفیه بنت حیی به عادت ماهانگی گرفتار شده است. پیامبر خدا فرمودند شاید او مانع رفتن ما شود. آیا او با شما طواف نکرده است؟ گفتند طواف کرده است. فرمودند پس برایش بگو که از مکه خارج شود. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از میمونه همسر پیامبر خدا درود بر او روایت است که وی در عادت ماهانگی بود و نماز نمی‌خواند، ولی در کنار جایی که پیامبر خدا درود بر او نماز می‌خواندند خوابیده بود و ایشان روی جای نماز خود نماز می‌خواندند و هنگام سجده کردن گوشه‌های از لباس پیامبر خدا و بدن صفیه می رسید. سخنی امروز پیغامبر. به نام خداوند بخشنده مهربان. از ابو جیهم ابن حارث انصاری روایت است که گفت پیامبر خدا درود بر او از طرف محله بئر جمل می آمدند که شخص ایشان را دیده سلام گفت. پیامبر خدا درود بر او سلامش را علیک ندادند تا اینکه نزدیک دیوار آمدند و از آن دیوار بر روی و دستهای خود مسح نمودند، یعنی تیمم کردند و بعد از آن جواب سلام آن شخص را دادند.